صفای زندگی در خنده باشد، بقای زندگی در خنده باشد. به دل کینه مگیر، ابرو مکن چین، تبسم در لبت زیبنده باشد. تبسم در لبانتان هویدا. السلام علیکم هموطنان عزیز و ارجمند. اینک نخستین برنامه هجوی بزمی خنده منظور شما. هجو چیست؟ هجو سخن است سوزنده و سازنده. آن هرچند به ظاهر خنده برانگیز است اما به باطن خنجری تیز است. برای مثال گوشت و روغن گوسفندهای کلخاز هم نابود گشته در بدن مدیر فرم و اطرافیان او رو زدند. یکی زنی شکایت کرد که در مجلس به خاطر گذشتگان دقیقه خاموشی اعلام کردند. قریب کفیده بودم. من همین گونه اهل ایجاد کوشیدیم تا یک برنامه چه هجوی را با اشتراک هجونگاران وطنی منظور شما گردانیم. امیدوارم با تماشای آن طبعتان بالیده و چاق میگردد. زندگی هر فرد جامعه از مهر و محبت و صدق و وفاداری زن مادر مأوا میگیرد. زن چراغ منور خاندان، هدایتگر اخلاق نیک و دستگیر و نجات بخش همیشگی ماست. اما برخی ها میخواهند در زندگیشان چراغ ها زیاد باشند. بیا دنیاشان با یک چراغ تنگ و تاریک. مرحمت بینید و قضاوت کنید. السلام علیکم. آمد ای سهر تو بگه یک وقتی بنده یک نه ای سهر تو بگه اینترنتش مشتری به محدود ینگا اینترنت به همین خاطر یک اونگه که خوش نیست فقط هم یک کار همه نویگری های هست فهمونی همسویا نویگری فهمون همسویا توزه و توزه ما بکر نشدیم. ما فهمیدیم که سنک چراغ خاندان است. چراغ خاندان؟ خیریت همین که اینترنت صرف میکنه خیریت یک گپی درست فهمیدش میکنی. همین زنای شما چراغ خاندان شما همین زناتون هست که خونه شما رفتن زندگیتون پیش میرد. زمان با تو نسوخ تو با زمان ساز نیکی یک فکر به کل آمد. چی فکر؟ همین با فکری شما زنک جان در خاندون یک چراغ باشه چه خیلی؟ هر روزه بری؟ اگر دو تا باشه چه خیلی؟ باز نقصتر؟ روشن‌تر. همین چراغ ها سه تا باشه چه خیلی؟ چی گفتنی؟ چهار تا باشه چه خیلی؟ چرا قدر؟ های رفشن با نقصتر رفشن بعد؟ اگر اجازت دید من همین خاندان رو شب و روز روشنی میکنم. حوله را همه محتوشا میشم. اگه گوش کنید منادم شما صفی چراغ رو زیاد کردنی یک تاش به شما که بکرسیده کدسته شما گپی خوش برای ما یفته گیده ایجا یا برای خودتون شینه ایجا دو خوش ما شینه دا جو شینه اجازت بتونه یک بار همه استا شینه ایجا همسویا ینگا چی کار کردی توی جوری منو؟ همسویا برای جوری شما یگان چی نشده است فهمیدی؟ یگان چی نشده است همسایه شما برای جوراتون فهمونید که برای صفی چراغ ها رو زیاد کردن حساب کنه که باقی بقوت در کن میان شما نیز هست نفری که آرزوی روشنی را در کاشانش زیاد کردن دارد هست؟ احتیاط کنید روشنی زیاد مبادا به چشمتان ضرر نآورد. آفرنده بخت اهل بشر
فیض بخش مهر و وفا البته زن مادر است. این همه بزرگی و بی‌نظیری مادر است که محض در ایام دوستی و محبت شکفتنها و رستنهای فصل نازنین بهار یعنی روزی مادر تجلیل کرده می شود. حتی بزرگان سیاره با بزرگی مادر قائلند. من هم با بزرگی مادرم قائلم. من با بزرگی مادرم قائل. زنکی مهنتی که هستند با جوراب بافی، کراک دوزی، از خانه نبرآمده در همین سال هنرهای مردمی و رشد سیاحی پول به دست آورده به من راهگیری میدادند که خوانده صاحب معلومات شوم. من هم سست نآمده جای ننگ جای جنگ آموزشگاه کسبی تکنیکی شعبه چلانگری فاکولته رانندگی را با موفقیت ختم کردم. جای کار یافتم. به خانه همون دستی خالی نمی آیم. مادرم دیدن که کارهایم خوب است. به پوستین پدرم کیک انداختن را آغاز نمودند. بچه تو نانیاب شده، سرش دو تا کردن در کار. پدرم باشن برای یک کیک شده پوستین را دایم سوزاندنی شده فقط یک گپ داشتن: حالا بچت ریش و مویلب نبرآورده است. باره مادرم گفتند که رود و این بچه عموما ریش نبرارد، بعد همین خیلی عمر بیزن میگردد. پدرم باشن دایم باز بهانه پیش آورده: زبی مرد ریش و مویلب است، کدام مردی بریش زن گرفته است. من باره طاقتم توق شد و به پدرم گفتم: دادا جان، من ریش نمیبرارم، من طرف اوچم رفتگی. طرف اوچت که رفته باشی رو من اوچت زنت دهد گفته برآمده رفتم. من با بزرگی مادرم باری دیگر قائل. در یک لحظه کلچه پخته لعلی و راسته بالای سر گذاشتند و من دختری خالت را خواستگاری میکنم گویم برآمده رفتم. حتی نپرسیدند که تو خودت یگان تا داری نداری. من هم سیاره جانم که عشق اولین اینترنتی هم بود، در همین جا از بحر عشق اولین اینترنتی هم برآمدم. لیکن جدایی از عشق اول اینترنتی هم که باشد به نهایت مشکل بوده است. این حافظا اینقدر با علم نمیخوندند که عشق اول سید زخمین، سوز دیرین، یاد شیرین، صد نشانی به نشانم، خانمانم بعد تو به خانمانم، بعد تو به خانمانم. من به بزرگی مادرم بار دیگر قائل. در یک لحظه مصلحت را با خالم پزانده قرار توی را هم مانده آمدند. لیکن همین توی را آغاز کردیم و یک چند مسئله وزنین بر دوشمان بار شدمان. تمام منطقه دیارمان نگشتیم، یک دامولا یافت نشد. نه راستی گپ دامولاها یافت شدند و بعضیشون با یک کاسه آب نکاح میکردن، بعضیشون با جارو، بعضیشون با شلنگ، بعضیشون با لامپاچکه و دیگر چیزها معقول نشدن. در بزرگی مادر صدقه رفته از زواد سمن براری دامولا عبدالغفار را گرفته آمدن. دامولا عبدالغفار با اسباب کفشرگری اش آمد از زواد. من حیران شدم که چگونه نکاح باشد مراسم که دامولا اسباب کفشرگری که اینجا آمده است. دامولا هم از فشفش مردم پای برده گفت: این زمان عصر 21، عصر ترقیات علم و تکنیکا. مادامی که با این اسباب کفشرگری آهن را با آهن پیوست کردن می شود، آدم را نیز با آدم پیوست کردن ممکن. داماد و عروس را آماده کنید. ما آماده شدیم. دامولا درجک را به دستی من داد.
مست رو به عروس پیوست کرد. خودش به جای سله کلاه کفشرگری رو به سر کشید و بعداً به عروس روی آورده. شما سنبلای بنتی مسکین، بنتی سیکین، بنتی چرکین و ها کذا به جوان حاضر و ناظر تن و نفس و نفیسه پرقیسه خود را بخشیدید. عروس در عین نیکو هیجان پخش کرد. گفتی فرق نداره. بعداً دامولا به من روی آورد. شما زفر ابن نظر ابن سمر ابن قمر ابن کشمر و غیرها خواستید و قبولش کردید. من گفتم به من هم فرق نداره. با این دو جوان حاضر ایستاده عشق هندویانه، بخت تاجیکانه، رشک ترکی، فرزندان خیتایی، رزق یوروپایی، نفس امریکایی، مغز ژاپنی عطا کن و نکاحشان را به درگاهت قبول میکنی نمیکنی به من هم فرق نداره. من به بزرگی مادرم بار دیگر قایل. من به بزرگی همه مادران قایل. فقط یک التماس خواهش دارم از همه مادران که به نکاح خویش و تباری راه ندهند که این گونه نکاح را حتی با اسباب کفشرگری هم پیوست کرده نمیشده است. من به بزرگی مادرم بار دیگر قایل. خوش چطور؟ قایل کرد یا نیم؟ من نه تنها با بزرگی مادر بلکه با بزرگی هنری این جوان ایجادکار ظفر جان ملیکوف از تئاتر آینه قایل. احسن دادر جان. یکی از ژانرهای بسیار معمول حجم این لطیفه است. لطیفه در فولکلور و ادبیات خطی تاجیک از قدیم چون ژانر مستقل و معمول نثر بدیعی وجود داشت و حالا نیز در اوج انکشاف می باشد. در لطیفه حادثه های معین نیست بلکه یک لحظه خوردی واقع مختصر اشاره می یابد. یعنی لطیفه تنها یک لحظه را در بر می گیرد و اکثرا به مقدمه و خاتمه و به تیاری مخصوص بداهتاً گفته می شود. مثلا یک لطیفه بسیار معمولی. یک روز زن افندی جامه شوی میکرد که ناخست یک زاغ سیاه آمده از پیش تقاره وی صابون نصف شده را گرفته پریده می رود. قر زن افندی فریاد زده به شوهرش میگوید که شما های مردک خیلی مردک هستید که زاغ صابون برداشته رفت و شما چیزی نگفتید، یکم کاری نکردید. افندی میگوید که چرا اینقدر داد میگویی؟ نمیبینی که لباسای وی لباسای ما هم سیاه‌تر و چرکین‌تر است. ما که بیچاره هم صابون رو برای لباسش رو شوید آخیر. شما این لطیفه را میدونستید. پس لطیفه دیگری موسفید به نزد دکتر میاد و شکایت میکند. دکتر جان، دادر جان، ببخشید خواهر جان، یک همنوند در رفتم یک درد دارم به دوا. خوش چی درد دارید؟ من نفهمیدم. آخه یک همنوند در رفتم حالا من پشت بانوان دکترها میدم. میگد دکتر زورکو بابا جان یک همنوند رفتید حالا از پسی بانوان دکتران میدوید نگاه میکنید بسیار نقص بعضی ها بر این نی آخه میدو هی بیادم نمیرسه که ما برای چی میدو. اینک در بخش یک لطیفه از لطیفه های حجونگار کریم جان غفورов از گروه هجوی خندینکمون لذت میبریم. سحری مرد نزد دکتر میآید و میگوید که دکتر جان نمیدانم که همین بزنم چی شده است که آوازش رو گم کرده است. بعد دکتر به وی مصلحت میدهد که شما یک بار شبانه نآمده سحر کنی خانه بیایید. دکتر در حجره کاری خودش شده بود که دکتری دیگر میآید. میگه من نمیفهمم این آدما به چی شدگی. همین روز یک کسل آمد. گفتم که آخه راهی نفستان و شمال زده است، شوشتان شمال زده، شما یگان لباس گرم پوشید. بعد دکتری دیگر میگه ها درست مصلحتی درست دادی کو. مصلحتی درست دادم لیکن ولی پالتوی من پوشیده رفته.
دخترک نزد مادرش آمده میگوید که مادر جان من میخوام یک جوانی را بخورم که با وی زندگی کرده توانم. مادرش با وی مصلحت میتید دخترم تو جوانی را یاو که وی با تو زندگی کرده توانم. تو را از غم رهاند بزمی خنده، به خوشبختی رساند بزمی خنده. تو را دایم کند مسرور و شادان، چون این کار تواند بزمی خنده. ادامه بزمی خنده را در تولد خانه میگذرانیم. مهمانی نو را استقبال گیرید. انیخترش 3 مهمانی نو. صحنه تولد خانه منظور شماست. السلام اپا نهزه تینجه سوزه خوبه رحمت داده رحمت. ای داده اوشتاق نکش او بالد. ای داده اوشتاق نکش گفتمه نمیفهمی. ای توبه لینک تورد هر تورد کیه در اینجا؟ زن مای خیلی زن مای بگو. دینا شو آمدم گفتن حال تنجای 2 ساعت پیش آمدم گفتن در کریچلکای هر سال می آوردم در رو تولد میکرد. ای پرسال انا من نگفته در درون لیفت تولد کرد. زنه گفت که نامش لفتنیسا میمونه. این من گفتم خیلی لفتنیسا باشه لفتنیسا. همیش به خیالم بچه ایده. بچه ها سراسیمه نیستن اپا. فکر میکنه که ببرام یا که نبرام یا که میبرام زندگی بازبینی میکنه. ای داده اوشتاق نکش گفتمه. ای توبه می اپا چه خیلی فیروت کنم را. چی نام داره؟ شامیگل. خیلی شامیگل بگو. شامیگله ای شامیگل. چقلو خورم میترسونی. بکن انا خیلی فیروت که شامیگلو شامیگل. رحمت اپا رحمت. شامیگلو خواهر میبخشی من شما فیراد نکردم. نام شما هم شامیگله. آزی بچه ها کرده اکوشیر که میبخشی خواهر میبخشی. ای خواهره ای همونجا مزنی مرا فیراد نمیکنی؟ دو تا خال داره. یک تا بالای مناج ده یک تا پاره روش ده. پنجم اتاج ده. اینی ای خواهره فیراد میکنی؟ حسد خد رحمت پنجم اتاج ده بوده. هر سال ده پایان تولد میکرد دخترچه میشید. همیش به خیالم بچه ایده. دوملو سیجونم یک نگاه کرد و گفت که بچه های. همیش به خیالم انیق بچه های. 9 تا دختر دارم اپا. 9 تا دختر دارم. همیش بچه های. دوملو سیجان دروغ نمیگه. السلام علیکم. ناز میشما درست میشما. خاصیت خاصیت تو بره خاصیت خیلی فیراد نکن بودکوی میترسونی. چه جوق زنم؟ اینی خیلی فیراد کن. نام چی بود؟ خاصیت همون طرف ده. انا اون طرف با خاصیت خاصیت اکا جان او زنی من قلاغش پیچی وزنینگویه.
چشازنین گوشش وزمی ندادم میبخشی دادر میبخشی هیچ گل نه همون بدینه تو بگاه جغ زدم نبرامد سانی خانه با قیتیمش کده برفتم چیزی کنم اکاکا چی کردی رفت؟ ای دادری سودا فیراد کده است که نشنیده کار برفتن آو خاصیتو چیزی تولد کرده باشد اکنون چاقم به دختر فول بینند دختر چه میشه؟ اکا جون لبا این شما چیزی تولد کردگی؟ نمیدونم داملوسای جان گفت که بچه میشه من انده 6 پسر ها هفتمش زارا دختر چه شود؟ ها نصیب گیده نصیب اکا جون این از آن شما می؟ شینه مرامت شینه این جوش بود است نه شینه خوراک جوش بود شینه السلام علیکم. سلام علیکم سلام. آخران کیه؟ شما آخران من رحمت سلطان بگیم و سلطان بگیم اکا جون این خیلی جوغ نزنه ده اکا انا این خیلی جوغ زنه انا کدوم طرف با؟ انا همون طرف انا سلطان بگیم انا این خیلی جوغ زنه اکا جوغ زنه به بدوانت نگاه کنه تو به سلطان بگیم من چی کار داری ها؟ همین سلطان بگیم گفت که هوا از آن شما از شما هوا یا هنیش نه از آن من برای وای 4 قطاز کشتم ها سلطان بگیم من سلطان بگیم من چی خصوص بچه و دختر بچه یا بچه دیدی از مرد نیروی باکی مانم بیا از همه شوخی هایت نمانده اپرچون تو تم سویا اپا همیا چی میخواه که زناشون بچه میکنه؟ من مردم دوا پیش دکتر نمون پیش طبیب نمون پیش مولان نمون دکتر میگه که گوشت نخور 8 ماه که گوشت نخوردم طبیب میگه کدو بخور کدو کدو خوره نگاه کن خودم رنگ زنه که اومونه هر روز یک نیم کدو میخورم خم میخورد میکو؟ نه پختگیشه نه این فایده نگه کو اگر همیش بچه شوا نامشه کدو خوجه نمانم گوش کن که برای چی نامشه کدو خوجه میمونه نامشه امید جون مونگی از قفلش امیده ها دوان کدو خوجه بولت گای که چه نامه مایل رحمت شامی گلو خاصیتو اکا جان لبا زنی شما هم خلاقش پیچی وزنی؟ دادر اگر بجای وای تمشی در این نومو بر وقت گوشات میخواد السلام ینگا چه زگنی تو؟ چیزی تولد کردی؟ چی؟ 2 روز شد تولد کردگید با حالی هم دیدگید نمی نشان نمیدید ها چیزی با دادری سودا خستی که خوابی تا اوها دا پدرکه نیاری کودک تا نشون نمیتا ها لین تواردو هر داد لین تواردو
بردارین تا کجا دونم من سالهای پیش وقتی که زنک تولد میکرد یک دسته گل بردم میدادم و کودکش که ایران میبرفتم. حاضی گلتا در میسترد مایده میکنم. اینجا تولد خانه پایتخت نیست بطرا داده. آلی کیسه دختر دا میدوزی، نیانکه دا میدوزی، میتیستر دا میدوزی، اینا ماده هم میدوزی داده. شما چیزی رو اندازم؟ هر دلین تا بردار. بردار. خطرین تا بردار. اینجا من بکر نشیشتم. تاگی پاهاتون میروم، مصلحتتون میتم، من حق دارم. آخه جنجال نکن. اگر همین شامی گلی ما بچه کنه همین سیوانچه کلونش خطا میتیم. مایل دوده مایلی شامی گلو ای خیریته چی خیلی سازی تینجی نغزی ای آربریانو دووردم ای بچه کد یا دختر میگم دختره یا نمیفهم آخی شما وزنی شده این کسا ینگمولا شوهرتان گفت که دخترچه زایده فساندید می پسرچه می گپ زنه داخی اعتراف کاری خطکه گزنی مردم چیکار داری؟ ای شامی گل جان همون تولد کردگید مواردی یا کی خالت موری مواردی نیستای با دختر کرد مبارک شود مبارک شود مادر مبارک شود مبارک شود مبارک شود راست مبارک شود زیق نشد داد چی زیق شده؟ نه زیق نستم آپاش 10 دختر داری گنده های نه شگر 10 خانه را آباد میکنم 10 اویله را خشبخت زیق نشد بچم که خدمت اومد یک تشه خدم کلم میکنیم ها دادر نصیب راست میگوید زیق نشد اما دختر کلونیت را خودم کلین میکنم پسر کلونی من گیولوگ زلطه اسکاتل کو به کو امروی دختر دو تلا گفته میگردن زندگی همه صد فوید میشود نصیب لبن همون یک تا نغزکه کشه پسری من بطیه پسری من انده زفرف کشای دخترتون کرلیوا بینجا کلام کشیده میگردند هم را نصیب زیق شده دادرم نیسته گلزنگری دیگه عزیزان دل امروزها اهل ایجاد تئاتر آینه واقعا آینه زندگی را میمانند با حجم و مطایبه مونولوگ و صحنه‌های تاثیربخش در آن کوب توانمندند که تالارهای بزرگ را پر از تماشابین گردانند ما به اهل ایجاد این تئاتر کامیابی‌های ایجادی تالارهای پر از تماشابین و بردباری‌ها آرزومندیم زندگی با شوخی و شادی خوش است شوخی و شادی کنید ای زنده ها همراه خوشکار و خوشگفتارها خانه آبادی کنید ای زنده ها نوبهار از خنده گل زنده است با صدای شوخی بلبل زنده است چشمه در کوهساران بلند با جلا و جوش و غلغل زنده است شوخی و شادی کنید ای زنده ها زندگی با شوخی و شادی خوش است از پول فروش پرسیدن چی میفروشی؟ گفت با کسانی که قدری امروزشان را نمیدانند فردا را میفروشم عزیزان دل فراموش نکنید که امروز تکرار نشونده ترین لحظه زندگیتان است زین رو قدرش را دانید تا دیدار نوبتی زندگیتان سرشار خوشی ها باشد عزیزان دل خیر